روز 28 سپتامبر صدها نفر در شهر نیویورک از حضور ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعتراض کردند. بعضی از تظاهرگران طلب داشتند که روسیه نیم جزیره کریم را که ماه مارس سال 2014 غیر قانونی به قلمروش همراه کرد به اوکراین برگرداند. تعداد دیگر رهایی نادیا ساوچنکو خلبان اوکراینی را طلب می‌کردند که او حالا در روسیه محاکمه می‌شود. با از سر گرفتن محاکمه نادیا ساوچنکو در ولایت رستاو روسیه، یک فعال سیاسی تنها علیه بازداشت او اعتراض کرد. مادر ساوچنکو هم عکس دخترش را به بر کرده بود و در نزد تالار دادگاه با خبرنگاران صحبت داشت. خلبان اوکراینی را با اتهام دست داشتن در قتل دو خبرنگار روس در سال 2014 در شرق اوکراین و عبور غیر قانونی مرز روسیه متهم می‌کنند، ولی او اتهامات را قاطعانه رد کرده است. در شهر پیشاور پاکستان، اعضای حزب جماعت اسلامی به ضد قرار کمیسیون انتخاباتی برای تأخیر در اعلان نتیجه رایدهی اخیر اعتراض کردند. بعد گرفتن شکایت‌ها از جریان انتخابات به مجلس ولایتی، کمیسیون گفت که تا زمان رسیدگی نتیجه انتخابات را اعلان نمی‌کند، ولی اعضای حزب جماعت اسلامی میگویند نامزدی آنها در انتخابات مجلس ولایتی پیروز شده است و باید مقامات او را غالب اعلان کنند. اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان در یک نشست خبری در شهر کابل مردم کشورش را اطمینان داد که نیروهای دولتی شهر کندوز را از دست طالبان آزاد می‌کنند. جنگجویان طالب این شهر را روز 28 سپتامبر اشغال کردند و بعد 14 سال سرنگونیشان در افغانستان بار اول است که به آنها تصرف یک شهر میسر می شود. اشرف غنی احمدزی گفت نیروهای امنیتی برای پس گرفتن کندوز هم از زمین و هم از هوا به طالبان حمله می کنند. در قرقیزستان بخشیده به روز بین المللی قلب، طبیبان و پرستاران ساکنان شهر اوش را رایگان تشخیص کردند. ماموران طبی و طبیبان به مردم دایر به اهمیت تشخیص منظم و سری وقتی برای پیشگیری و تبابت بیماری‌های دل اطلاع دادند. با گفته طبیبان در قرقیزستان مرگ و میر از بیماری‌های دل نسبت به دیگر کشورهای مشترک المنافع از همه زیاد است.